پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در مرکز توجه اهل جامعه شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت قرار گرفت. در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت شهر و ناحیه‌ها، جماعت شهرک و دهات، در کارخانه مؤسسه‌ها، دانشگاه و دانشکده‌های عالی، کالج‌های طبی و کسبی، مرکزهای فرهنگی و فراغتی، کارمندان ساحه‌های گوناگون، نمایندگان قشرهای مختلف جامعه پیام پیشوای ملت را توسط پخش مستقیم شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی تماشا و گوش کردند. در جایهای سیرادن و میدان و خیابان‌ها توسط مانیتورها و بلندگویک‌های رادیویی برای تماشای و گوش کردن این سند راهنما شرایط‌ها فراهم آورده شدند. ساکنان ولایت سوخت، نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه اولین تأثیرات خویش را از پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند. واقعا هم پیام نوبتی پیشوای معظم ملت را بی‌صبرانه انتظار بودیم، زیرا پیام یک حجت مهم، یک برنامه فعالیت مردم کشورمان خصوصا کارمندان ساختارهای دولتی می باشد و در پیام نوبتی خویش پیشوای معظم ملت پیش از همه دستاوردهای عظیم سالهای صاحب استقلالی کشورمان را در 30 سال گذشته بررسی نمودند و واقعا هم یکی از اهمیت مهم پیام این نتیجه گیری از فعالیت سالهای گذشته می باشد و دیگر از اهمیت مهمی که پیام پیشوای معظم ملت دارد این هدف راهنمایی کردن به آینده نیک می باشد و از این نقطه نظر در پیام نوبتی خویش پیشوای معظم ملت هدفهای مهم اقتصادی و اجتماعی، سمت‌های مهم سیاست دولتی هم در سیاست داخلی و هم خارجی کشورمان را مطرح نمودند، بررسی نمودند. از جمله چخیلی که گفتیم پیام پرزیدنت مملکت، هر یک پیام پرزیدنت مملکت نوگانی‌های خود را دارد و امسال نیز در پیام خویش پیشوای معظم ملت مسئله‌های را برای عملی شدن در نزد کل ساکنان کشور، در نزد حکومت مملکت، حکومت کشور پیشنهاد نمودند که با پیشرفت و شکوفایی کشور عزیزمان من بعد مساعدت خواهد نمود و یکی از مسئله های مهمی که ذکر داشتند این اعلان نمودن سالهای 2022-2026 سال رشد ساحه صنعت می باشد. صنعت یکی از سمت ساحه اساسی و پیشبرنده جامعه معاصر است و با درک مهم این مسئله من باوری دارم که تاجیکستان به یکی از کشور صنعتی پیشرفته، رشد یافته مبدل می گردد و در این زمینه سطح زندگی مردم کشورمان خیلی بالا می رود. تحلیل‌های عمیق و همه‌جانبه نشان دهنده‌های رشد سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور در دوام 30 سال صاحب استقلالی و نشاندادهای برنامه‌ای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز توجه اهل جامعه قرار گرفت. در حقیقت امروز باز یک روز تاریخی برای مردم سربلند تاجیک می باشد. پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی کشور پیشنهاد کردید. در پیامشان پیشوای معظم ملت از دستاوردهای در این سالی به خلق و ملتمان مقدس و مبارک به دست آمده و عموما درباره موفقیت‌های 30 سالی صاحب استقلال با افتخار سخنرانی نموده به خاطر آینده درخشان کشور در نزد ما وظیفه‌های مشخص را گذاشتند. باید قید نمود که ما کارمندان ساحه ثبت اسناد حالتی شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان نیز هر پیام پیشوای معظم ملت را سرمشق کاری خود قرار می‌دهیم و برای تطبیق نقطه‌های اساسی آن تمام دانش و مهارت خود را روانه می‌سازیم. در تطبیق دقیق قانونگذاری کشور
اجرای با صفتی وظیفه‌های برداشت داشته و سالمی مستحکمی عائله و جامعه شهروندان فعالیت خود را روانه می‌سازیم. در همین 18 شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت اهل جامعه به پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون سندی راهنماسازی پیشرفت و ترقیات تاجیکستان توجه کلان ظاهر نمودند. در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه‌ها در همه جماعت شهرک و دهات کلی کارخانه مؤسسه‌های ولایت سوخت پیام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را با توجه خاصه تماشا و گوش کرده آن را همچون برنامه مکمل عمل قبول نمودند. در پیام خود پیشوای ملت تاکید نمودند که مثلا دستاوردهای ساحه استقلالیت، بنیاد اینفراساختورهای نوزمانه‌ای در ساحه خصوصا در ساحه تندرستی ولایت در جمهوری بسیار نقش‌گذار است و یک نقطه نظر را من تاکید می‌سازم که پیشوای معظم ملت تاکید نمودند که مثلا از هر گونه بیماری‌های و سرایتی موسمی و پس نمودن گروه‌های مثلا افراطگرایی نشأه‌جلبی و پیشگیری نمودن هر گونه خطر و خطرها در جمهوری اظهاری و نگرانی نموده دعوت به آوردند که همین هر گونه خطر و خطرها ما باید پیشگیری نماییم. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان معین و مشخص رشد همه ساحه‌ها نشان داده شدند و طور ابراز گردید هر یک نکته و هر یک نشانداد برنامه‌ای سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راهنمای اهل جامعه برای رشد منبعد میباشد. ما کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت پیام امروزه رو دست جمعانه گوش کردیم و از نقطه‌های مهمی پیام برخوردار گشتیم که اون نقطه‌های خیلی خوب رو در بر می‌گرفت که یکی از آنها این بلند برداشتن پرداخت نفقه برای کودکان یتیم و بی‌پرستار که اون 25% در بر می‌گرفت و همزمان بلند برداشتن صفت تعلیم و تدریس و همزمان بلند برداشتن مقام بانوان در جامعه. اینچنین پیشبرد چهارمین هدف استراتژی جمهوری تاجیکستان این هم باشد صنعت کنونی مملکت است و امروز کلی کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت بهر تطبیق دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت که در پیام امسال ارائه گردیدند نقشه مکمل خویش را تهیه نموده بهر تطبیق همین هدف‌ها کوشش‌های زیادی به خرج می‌دهیم. دست جمعانه تماشا کردن پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به حکم علنی در آمده است. هر سال پیام پیشوای ملت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به پهلوهای گوناگون ساحه‌های اجتماعی اقتصادی بخشیده می شود. در پیام امساله اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت یک چند امتیازها و دگرگونی‌های جدی ارائه گردید که همه آن امتیازها برای پیشرفت حیات اقتصادی و اجتماعی کشور زمینه مساعد می آورند. ما همچون کادر جوان از تشبس‌های سازنده پیشوای ملت استقبال می‌گیریم و همه آن راهنمایی‌هایی که امروز در پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی ارائه گردید مخصوص دانش اندازی کارمندان مقامات‌های حفظ حقوق، مقامات‌های اجرایی حاکمیت دولتی و عموما جوانان همه این باعث استقبال است. ما همچون کادرهای جوان در آینده کوشش می‌کنیم که در پرتو سیاست سازنده پیشوای معظم ملت بهر گلگل شکفتن تاجیکستان عزیز سهم خود را گذاریم. ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت اهل جامعه نمایندگان کسب و کار سن و سال و قشرهای گوناگون جامعه اجرای نشاندادهای عاقلانه و دوربینانه و آینده‌بینانه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را همچون سند راهنما و برنامه‌ای برای رشد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قبول نمودند. خصوصیت پیام امسال در آن پدیدار می‌گردد که در پیام پیشوای ملت وظیفه‌های استراتژی مهم برای سال‌های منبعد طرحریزی گردد. از جمله در مورد اعلان 5 ساله صنعت کنونی مملکت که از هدف چهارم استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان برمی‌آید. البته این هدف استراتژی برای منبعد رشد باثبات و استوار تاجیکستان و برای مهیا نمودن جای‌های نو کاری چون که در پیام پیشوای ملت تاکید گردید برای 500,000 نفر مهیا کردن جای نو کاری و برای پس کردن سطح
کامبیزوتی که در این مورد وظیفه مشخص گذاشته شد که در همین ملت یعنی از 26% سطح کامبیزوتی تا 15% کاهش داده میشه و البته بالانبرداری سطح نیکو احوالی مردم که همین هدف چهارم استراتژی کشور و از جمله 5 ساله صنعت مملکت برای همه این دستاوردها البته زمینه با اعتماد می‌گردد. در پیام پیشوای ملت هم در مورد دستگیری اجتماعی آموزگاران، دانشجویان و هم در مورد خب رشد سمت‌های منبعده ساحه معارف وظیفه‌های مشخص گذاشتند. پیش از همه البته در مورد بهتر نمودن سطح اجتماعی آموزگاران، یعنی دستگیری اجتماعی آموزگاران وابسته به همین بالانبرداشت مزد مهنتی آموزگاران و بالانبرداشت استیپندی دانشجویان و دیگر دستگیری‌هایی که از جانب پیشوای ملت امروز بیان گردیدند. و دیگر البته سمت مهم این در نزد خب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در نزد آموزگاران وظیفه گذاشته شد در مورد اصلاحات جدی ساحه و البته یکی از عامل‌های مهم زمینه‌های مهم این اصلاحات این بالانبرداری سطح کسبی آموزگاران و از جمله هم آموزش زبان‌های خارجی از جانب آموزگاران و هم آموزاندن زبان‌های خارجی یعنی کمش 2 زبان یعنی روسی و انگلیسی برای دانشجویان. یعنی پیشوای ملت در پیام خود به طور واضح بیان نمودند که امروز زمینه اساسی رشد تحصیلات همه زمینه‌های کسبی یعنی هم عالی کسبی این البته با راه ماندن آموزش زبان‌های خارجی این منبع آماده کردن متخصص نه تنها برای بازار داخلی این برای بازار جهانی میباشد. این رقم کنونی دانشگاه ها میباشد که از جانب پیشوای ملت باز هم تاکید کرد که امروز باید مکتب‌های عالی کشور با استانداردهای جهانی مطابق شود و در مجموع پیام پیشوای ملت این در حقیقت سند سرنوشت‌ساز است و نه تنها رشد مرحله نزدیک تاجیکستان بلکه یک مرحله تام رشد تاجیکستان رو در بر میگیرد و البته زمینه زندگی شایسته و با سعادت مردم تاجیکستان. اهل ساحه‌های معارف و تندرستی از اقدام و تشبس‌های نوبتی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سربلند و افتخارمندند. پیشنهاد و تاکیدهای سرور دولت عاید به رشد معارف، توجه به علم آموزی و آموزش عمیق زبان‌ها از جمله زبان‌های خارجی از جانب اهل معارف، دانشگاه‌های عالی، دانشکده و کالج‌ها، مؤسسه‌های مکتبی، استادان و آموزگاران، اهل علم و ضیا، دانشجویان با درک مسئولیت و مورد منبع عمل قرار دادن نکته و سمت‌های پیام قبول کرده شد. دستگیری صاحبکاری، اقدام‌های نجیب و شایسته و راهنمونساز و تقویت هدف چهارم ملی صنعتی کنانی با صورت کشور به رشد باز هم بیشتری ساحه صنعت مساعدت می‌نماید. مخصوصاً پیشنهاد امتیاز و سبوکی‌ها عاید به دستگیری ساحه پله‌پروری، کارکرد آن، رشد اطلس و ادرس بافی را اهل ساکنان ولایت سوخت همچون منطقه صنعتی پذیرایی همه جانبه نمودند.